صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. عیسی مسیح می فرماید: من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. من آمدم تا گناهکاران را بجویم و نجات بخشم. عیسی مسیح با سخنان خود مؤمنین و شاگردان خود را دعوت به شادمانی نموده و راز شادی را بازگو می نماید و بدین وسیله به پیروان خود کلمات تسلی بخشی عطا می کند تا نه فقط در خلق و خوی الهی زیست کنند، بلکه خود را آماده نمایند تا در این دنیای شریر سختی ها و جفاها را تحمل کنند و مانند نوری در این دنیای ظلمانی بدرخشند. در انجیل متی فصل 5 او به رسولان خود و شاگردان خود روی می آوره و با آنها شرایط خوشبختی را بیان می دارد و می گوید: خوشبختند کسانی که فروتنند، چون از برکات سلطنت خداوندی برخوردار می شوند. خوشبختند کسانی که به خاطر این همه شرارت و ظلم ماتم زده‌اند و آرزوی عدالت و انصاف را می کنند، زیرا تسلی خواهند یافت. خوشبختند کسانی که متواضع‌اند، چون ایشان مالک تمام جهان خواهند شد. خوشبختند آنانی که مشتاق عدالتند، چون اشتیاقشان برآورده می شود. خوشبختند آنهایی که مهربان و باگذشت هستند، چون از دیگران گذشت خواهند دید. خوشبختند کسانی که دلشان پاک است، زیرا می توانند خدا را ببینند. و خوشبختند آنان که برای برقراری صلح بین مردم کوشش می کنند، چون ایشان فرزندان خدا نامیده می شوند. پس از اینکه عیسی مسیح راز شادمانی را برای شاگردان خود بیان نمود و در واقع آنان را تشویق به فروتن بودن، عادل بودن، پاک بودن، صلحجو بودن و متواضع و فروتن بودن نمود، به آنان اوامری می دهد که به فرامین جاودانه عیسی مسیح مسما هستند. آیه 11 و 12 فصل 5 متی را که کلام خداوند است با دقت مورد توجه قرار میدیم و آن را مطالعه میکنیم، زیرا چه بسا این آیه امروز برای بسیاری از ما ایمانداران نوشته شده است و چه بسا خداوند میخواد امروز به وسیله این آیه توجه شما را به خودش جلب کند و شما را در ایمانتان استوار سازد و تقویت نماید. کلام خداوند میگوید: عیسی مسیح فرمود: خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. خوش باشید و شادی عظیم نمایید، زیرا اجر شما در آسمان عظیم است، زیرا که به همین طور بر انبیای قبل از شما جفا میرسانیدند. در این دعای عیسی مسیح به ایمانداران می‌فرماید: وقتی که به خاطر من به شما اهانت و اذیت می‌کنند و تهمت بیجا می‌زنند، خوشحال باشید. خوشحال باشید و بسیار شاد. چرا؟ چون پاداش عالی در آسمان منتظر شماست. بدانید که همین بلاها را هم سر پیغمبران گذشته آوردند. ای عزیزان، این امر و تعلیم مسیح برخلاف مذاهب دیگر می باشد. ببینیم مقصود مسیح از این دعایه چیه
و چرا ما را تشویق میکند که وقتی که به ما فوش و بد و بیراه میگن خوشحال باشیم؟ چه کسی حاضر است جفا ببیند؟ مطابق منطق بشری در جفا دیدن هیچ گونه شادمانی وجود ندارد. کسی نیست که از جفا دیدن شاد بشه. در عوض همه مایل هستند که از لطف و مهربانی سایرین بهره بگیرند، نه جفا و ناراحتی. مشکل است بتوانیم درک کنیم که این گفته مسیح به ظاهر منطقی است. چرا؟ چون نمیتوانیم بپذیریم در تحمل جفا مطابق کلام مسیح شادمانی و برکت یافت میشه. ظاهر امر اینطور به نظر میرسه که وقتی یک نفر مسیح رو میپذیره و از او پیروی میکنه و صفات آسمانی رو در زندگیش جای میده، سایرین او را تحسین و تمجید میکنن، زیرا همه میدانند که شخص مسیحی در زندگیش از مهربانی و امانت و فروتنی بهره‌منده و البته این باید باعث شادی دیگران بشه. ظاهر امر بایستی اینطور باشه، ولی دوستان متاسفانه در دنیای ما که گناه در سرتاسر شؤونات زندگی رخنه کرده است اینطور نیست. در عوض متوجه میشویم که این سوال در فکر ما جا میگیرد که چرا اشخاص نیکو جفا میبینند. و بدون شک شما نیز بارها این سوال را از خودتون کرده اید و چه بسا خودتون نیز به خاطر نیکویی کردن جفا دیده اید و شاید بگویید که چرا خدایا چرا اشخاص نیکو باید جفا ببینن؟ ممکن است بعضیا بگن علت اینه که به هر حال در اشخاص نیکو هم ضعف‌های وجود داره که عامل جفا و زحمت میشه، و یا حتما سری در کارشون هست، یه چیزایی هست که در زندگیشون خطاهایی به وجود میاد و که ماها از آن اطلاع نداریم و شاید آنان به خاطر شخصیت تند و غیر عادی و تعصب زیادی که در مورد مذهب دارن، به خاطر همینی که مورد جفا و آزار مردم قرار گرفته و میگیرن. ولی دوستان اگرچه ممکن است این گفتار منطقی باشه، ولی علت اصلی جفا نیست. حقیقت اینه که در زندگی معنوی و روحانی قانونی وجود دارد که آدم بایستی از آن پیروی کند. این قانون درست مانند قانون جاذبه زمینه، عمومی و قطعی هم می باشه، ثابت شده است و این قانون در انجیل ذکر شده است. قانونی که خود مسیح میگوید همه کسانی که میخواهند از او پیروی کنند زحمت خواهند کشید، و یا به قول حضرت پولس همه کسانی که میخواهند در عیسی مسیح به دینداری زیست کنند زحمت خواهند کشید. یک قانونی است مسلم و ثابت شده. باید به این حقیقت کاملا توجه داشته باشیم که ما در دنیای بسیار عجیبی زندگی میکنیم. مردم به جای محبت کردن از یکدیگر نفرت دارند و در جاهایی که باید دوستی حکم فرما باشه نزاع و مشاجره وجود دارد. مردمی که باید در صلح و صفا به سر ببرند مشغول جنگ و ستیز میشوند و به جای اینکه در شفای دل یکدیگر بکوشند و زخمهای دل را التیام بخشند، برعکس همدیگر را مجروح می‌سازند. به جای اینکه سخاوتمند باشند و به وسیله اموال خود سایرین را خدمت نمایند، اموال یکدیگر را به طریقی چپاول می‌کنند و سرانجام به جای اینکه درست کاری را پیشه خود کنند، مبادرت به خطا می‌ورزند. دنیای ما دنیای بسیار عجیبی است. انگار اینکه اخلاق بشری وارونه است و این سرشت انسانی است که هنوز طعم فیض خدا را نیافته و مطابق کتاب مقدس از نو تولد نیافته است. و تا زمانی که این طور است دنیای ما به همین نحو خواهد بود، زیرا ذات انسان از کودکی تا بزرگی همیشه به کارهایی که نباید انجام دهد دل میده و به اون چیزها علاقه داره. سرشت انسان این طور است، زیرا قلب بشر خالی است و وقتی سر ما سنگین و قلبمون خالی باشه، هر وقت که آزاد هستیم وارونه عمل میکنیم. به خاطر همین بود که دنیا چندان علاقه‌ای به رسولان مسیح و حتی خود عیسی مسیح نداشت. چرا؟ چون کسی که در گناه هست اشخاص را در واقع وارونه میبیند. شخص عادل در نظر یک گناهکار شخص عجیب و غریب و حتی غیر طبیعی به نظر می آید. پس وقتی یک شخص گناهکار و بدکار با یک مسیحی نیکوکار روبرو می شود، وجدانش او را ملامت می کنه و به همین دلیل کشمکش در او ایجاد میشه و جفا کشیدن اجتناب ناپذیر میشه. در اوایل انقلاب گروهی به بیمارستان خیریه اصفهان حمله بردند، بیمارستان مسیحی اصفهان،
وقتی با کارکنان و پرستاران و دکتران خیرخواه روبرو شدن که شب و روز دارن فعالیت میکنن و از زندگیشون وقف بیماران میکنن که اونا را یاری بدن و نجات بدن، این عده نتوانستن بپذیرن که اینها از روی عشق و علاقه و از روی محبت مسیحایی دارن بیماران درمانده رو خدمت میکنن. تعجب کردن آخه چطور ممکنه این افراد ساعتهای مختلف رو وقف خدمت به این مردم بدبخت بکنن؟ چطور اینا حاضرن زندگیشون رو حرام کنن تا به داد این بیماران که از راههای دور آمدند، بیماران که اصلا نمیشناسن، خدمت به آنها بکنن و یاری بدن و محبت نشون بده؟ چون خودشون معنی محبت و خدمت را نمیدانستن دوستان، پرستاران و دکتران را از بیمارستان بیرون کردند و آنها را حتی متهم به جاسوسی نمودند، غافل از اینکه آنها با فداکاری و جانبازی خودشون صدها قوم خویش آنان را از مرگ نجات داده بودند. ولی آنها نمیتوانستند به این حقیقت پی ببرند. چرا؟ چون وارونه فکر میکردند. جفای مسیحیان آغاز شد. چرا؟ چون بین نور و تاریکی هیچ منافقه‌ای وجود ندارد، هیچ نوع اتحادی وجود ندارد. وقتی شاگردان مسیح خدمات خود را آغاز کردند، مردم هرزه و گناهکار با ناراحتی فریاد می‌زنند که آنانی که دنیا را شورانیده اند حالا به اینجا آمدند. کسانی که رفته بودند معجزه کنند، مردم را دعوت کرده بودند که از گناه دست بکشند، حالا مردم گناهکار آنان را افرادی می‌دانند که دنیا را شورانیده‌اند. این است علت اصلی جفای مسیحیان، جفایی که بر اثر تابیدن نور در میان ظلمت به وجود می آید. مسیح می گوید به خاطر آن باید خوشحال باشید. چرا؟ زیرا عدالت مسیح به قدری انقلابی است و به قدری با رفتار عادی مردم مخالف است که در مخالفان ایجاد نفرت و دشمنی می نماید. و دوستان، اگر تمام مردم دنیا درستکار بودند، آن وقت همه کسان که میخواهند در عیسی مسیح به دینداری زندگی کنند در همه جا محبوب و مقبول واقع میشدند. ولی چون شیطان در دنیا مشغول فعالیت است و قلب مردم شریر را در دست خودش داره، اونا را از گناه پر میکنه، اونا را از خباثت و نفرت پر میکنه، پیروی کردن از عیسی مسیح کار ساده نمی باشد و مسیح را می دانست. برای همین بود که خود عیسی ایمانداران را در واقع تشویق به مبارزه بر علیه شرارت و شهوت جسم و نفس می کند و می گوید از خواسته های چشم بگذرید و در پاکی زندگی کنید و مسلماً در این راه جفا خواهید دید، بدون شک زخمی خواهید شد، بدون شک خرد خواهید شد، ولی مقاومت کنید و همانند دیگر مردان خدا که همه به خاطر پاکی و در راه نیکی جفا کشیدن، شما نیز باید آماده تحمل مشکلات باشید و بدانید که خداوند پاک و قدوس، خداوند مهربان شما را پاداش عظیمی عطا میکنه. همونطور که انبیا و مقدسان خود را پاداش عنایت فرمود، شما را نیز به خاطر پاکی و قدوسیتتون، به خاطر مبارزه بر علیه شرارت و خودخواهی و نفس، پاداش عظیمی عطا می کند. بنابراین دوستان عزیز، اگر شما امروز به خاطر ایمانتان جور و جفا می بینید، اگر مردم شما را تحقیر می کنن و بهتون نیشخند می زنن، به خاطر اینه که چشم ندارن پاکی و درستکاری و روش محبت شما را ببینن و علت آن هم البته آشکاره، چون خودشون محروم هستن، من میخوام شما را تشویق کنم که هرگز دل سرد نشوید. اینها برای این است که من و شما باید برخلاف دنیا در برابر جفا عکس العمل مختلف نشون میدیم. مردم جفا میبینن، جفا میکنن، ولی ما اینطور نباید بکنیم. ما همیشه باید روش منجی خودمون رو پیروی کنیم. سپس از آیه 13 عیسی مسیح دو مسئله رو ذکر میکنه تا بدین وسیله خصوصیات پیروان واقعی خود را روشن کنه. یعنی به من و شما نشان بدهد که اگر خیال میکنیم که در راه راستی هستیم و پیرو کلمت الله هستیم، باید این خصوصیات را در خودمون داشته باشیم. اولین مثل اینه، میگوید شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پای مال مردم شود. شما نمک جهان هستید، ولی هرگاه نمک مزه خود را از دست بدهد، چگونه میتوان آن را بار دیگر نمکین ساخت؟ دیگر مصرفی ندارد جز آن که بیرون ریخته پای مال مردم شود.
برای درک معنی این آیه لازم است که به موقعیت آن زمان توجه کنیم. در آن زمان یخچال وجود نداشت. غذا خیلی زود فاسد میشد، همونطوری که امروز هم در نواحی گرم و بدون یخچال فاسد شدن غذا امری است بسیار طبیعی. ولی وقتی به ماهی یا گوشت نمک بزنیم قادریم از فساد آن جلوگیری کنیم. به همین طور پیروان عیسی مسیح در هر جایی که باشند با خودداری از رشوه‌خواری و فساد، از فاسد شدن اجتماع باید جلوگیری نمایند. و این موضوع حقیقت دارد که معیارهای عالی اخلاقی پیروان واقعی عیسی مسیح روش‌های دولت و طرز و کسب کار مردم را عوض کرده و عوض می‌کنند. ما باید سعی کنیم با اخلاق شایسته و درست و کامل خودمون دیگران را به سوی خود بکشانیم. مثل دوم در مورد نور است که از آیه 14 است که عیسی مسیح می‌فرماید شما نور جهان هستید. نمی‌توان شهری را که بر کوهی بنا شده پنهان کرد. هیچ کس چراغ روشن نمی‌کند که آن را زیر سرپوش بگذارد، بلکه آن را بر چراغ پایه قرار می‌دهد تا به تمام ساکنان خانه نور دهد. پس بگذارید نور شما نیز همینطور در برابر مردم بتابد تا کارهای نیک شما را ببینند و خدا را تمجید کنند و یا پدر شما را که در آسمان است تمجید نمایند. روشنایی و نور می تواند لکه هایی را که روی یک لباس سفید وجود دارد نشان دهد، در حالی که این لکه ها در تاریکی دیده نمی شوند. و به همین طریق طرز زندگی پیروان عیسی مسیح باید طوری باشه که گناه اشخاص جسمانی را آشکار کنه. یعنی من و شما باید آنقدر پاک باشیم، آنقدر درستکار باشیم، آنقدر عادل باشیم، آنقدر با محبت باشیم که دیگران وقتی در کنار ما هستند متوجه خطایا، ضعف‌ها، کوتاهی‌ها و گناهان خودشون بشن. آنچه که از این دو آیه عیسی مسیح میخواد ایماندارانش رو تعلیم بده، واقعا میخواد اینو بگه که زندگی شما طوری باید باشه که خدا در مرکز و ثقل آن باشه. یعنی شما نه برای رضای مردم بلکه برای رضای خدا باید زندگی کنید. و مسلماً خداوند از من و شما میخواد که از هر خطا و دروغ و گناه و ریا و از هر نوع هم رنگ شدن با مردمی که در پی امور دنیوی هستن پرهیز کنیم. از آیه 17 عیسی مسیح شروع به بازگو کردن دستورات آسمانی و مقدس خود میکند. تعلیماتی که در دنیا بی‌نظیر هستند و عالی‌ترین و بالاترین مرجع تعلیمات اخلاقی میباشند. دستوراتی که ما را در پاکی و تقوا حفظ میکند و سبب میشه که رضایت خدا را به دست بیاوریم. در آیاتی که از این به بعد خدمتتون میخونم خودتون شاهد تفاوت تعلیم و دستورات مسیح با دیگر مذاهب عالم خواهید شد. عیسی مسیح قانونها و دستورات آسمانیش را با قوانین تورات مقایسه میکنه و دوستان عزیز آنچه که مسیح میفرماید مخالف تورات نیست بلکه کامل کننده تعلیمات تورات است. عیسی مسیح بارها در تعلیمات خودش تورات مقدس را کلام ازلی خدای تعالی دانسته و آن را جاودانه و ابدی می‌داند. چرا؟ چون آنچه که از خدا صادر می‌شود ازلی و ابدی است. گفتار خدا مانند گفتار بشر نیست که با گذشت زمان محدود و یا تغییر کنه. گفتار خدا مانند گفتار بشر نیست که کهنه و فاسد بشه. گفتار خدا گفتار جاودانه و ازلی و ابدی است و همانطور که خود او جاودانه است کلامش نیز جاودانه است و عیسی مسیح آن را تایید میکنه. و باید گفت که آنانی که از روی نفهمی و جهالت میگویند که انسانها گفتار خدا را تحریف کرده و یا عوض کرده و میکنند و یا گفتارهای خدا باطل شده و یا گفتارهای خدا کهنه و مردود میشه، آنان هنوز خدا را نمیشناسند و در واقع خدا را متهم به نفهمی میکنند. آنها فراموش کردند که خدا مانند انسان صحبت نمیکنه و خود خدا از گفتارش حمایت میکنه. او نیازی ندارد که بشر از کلامش دفاع کند، خودش این کار را میکنه. از آیه 17 الی 20 تأکید و تایید عیسی مسیح بر گفتار مقدس تورات و صحف انبیاست. روی همین اصل است که ما مسیحیان تورات و صحف انبیا را جزئی از کتاب مقدس خود می‌دانیم. گوش کنید به شهادت عیسی مسیح در مورد کتاب مقدس تورات و صحف انبیا. او می‌فرماید گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم.
نیامدم تا باطل کنم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع گردد. پس هر که یکی از این احکام را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملکوت آسمان کمترین شمرده شود، اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. به زبان ساده تر عیسی مسیح در مورد اهمیت تورات و رابطه‌اش با کلام که خدا به موسی و پیامبران پیشین عطا کرده است میگوید فکر نکنید که من آمدم تا تورات موسی و نوشته های پیغمبران را منسوخ کنم. خیر، من آمدم تا آنها را تکمیل کنم و به انجام رسانم. عیسی مسیح دو دلیل را بیان می کند. اول تکمیل کردن کلام و دوم به انجام رساندن کلام. تکمیل کردن به معنی کامل شدن مکاشفه و کلمه خدا به بشر است و انجام رساندن اشاره به پیشگویی هایی است که در مورد او در تورات مقدس شده است که باید آنها را عملی کنه یا به انجام برساند. و سپس می‌فرماید آنچه که در تورات نوشته شده که باید انجام بگیرد مطمئن باشید یک به یک آن عملی خواهد شد. تک تک آن عملی میشه. پس اگر کسی حتی از کوچکترین دستور آن سرپیچی کند ملزم خواهد بود. بار دیگر شهادت مسیح را در مورد تورات مقدس به عرضتون میرسونم. میفرماید گمان مبرید که آمدم تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم. نیامدم تا باطل نمایم بلکه تا تمام کنم. زیرا هر آینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. حالا ممکن است سوال بشه که عیسی مسیح چطور قوانین موسی را تکمیل کرد؟ از آیه 20 به بعد می‌بینیم که عیسی مسیح با دادن توضیحات و مثال‌ها آنها را برای ما تشریح می‌کنه و در واقع کامل بودن قانون‌ها را به ما اعلام می‌فرماید. مثلا می‌فرماید در تورات موسی آمده است که اگر کسی را بکشی به مرگ محکوم می‌شوی. این دستور تورات است. جان به عوض جان، دندان به عوض دندان. حالا مسیح در دنباله گفتارش میگوید ولی من به شما میگویم حتی اگر بی سبب نسبت به برادر خود خشم گیری مستوجب حکم هستی و هر که برادر خود را رقا گوید مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید مسیح میگوید که این شخص مستحق آتش جهنم بود. حالا این قانون تکمیل شده. حالا تکمیل شده قانون چیه؟ مسیح میگوید نه فقط اگر یکی را کشتی محکوم هستی، به عبارت دیگر دستور قانون موسی را باطل نکرده، رد نمیکنه. میگه نه فقط اگر یکی رو کشتی محکومی، بلکه حتی اگر بی جهت بر سر برادرت داد بکشی و عصبانی بشی باید تو را محاکمه کرد و اگر به برادرت ابله بگویی باید تو را به دادگاه برد و اگر به او فحش دهی باید سزاش رو بیابی. حالا در اینجا مسیح نه فقط قانون موسی را تایید میکنه بلکه به ریشه آن رجوع کرده و میگوید اگر ریشه گناه را، اگر ریشه قتل یعنی خشم و عصبانیت در قلبت باشه تو پاک نیستی و بایستی آن را از خودت دور کنی. عیسی مسیح قانون کامل خدا را بیان میکنه و ریشه را گناه را میگیره، اونو آشکار میکنه و آن را محکوم به فنا میسازد. چرا دوستان عزیز؟ چون ریشه قتل حسادت و نفرت و خشمه. در قانون موسی اگر حسادت و خشم و نفرت داشته باشی گناه حساب نمیشه، چون که هنوز عملی نشده، میوه‌شو نشون نداده. ولی وقتی که عملاً ثمرات خشم خودت یعنی کتککاری و قتل و نشون دادی اون موقع مرتکب گناهی. ولی مسیح ریشه گناه را محکوم میکند. او به باطن و قلب شخص نظر میافکند. هر آنچه که ریشه گناه در قلبمان هست مسیح آن را مردود و محکوم می‌داند و عامل بدبختی ما می‌داند. آنچه که عیسی مسیح در اینجا تعلیم میده اینه که شما باید به قلبتون مراجعه کنید، به آن تخم گناه نگاه کنید که در قلبتون هست، یعنی خشم، نفرت، فحش دادن، کینه. اینا هستن که اگر در قلب آدم بمونه یواش یواش رشد میکنه، قوی میشن، بزرگ میشن و تبدیل به درخت میشن و درخت هم بعد ثمر میاره. به عبارت دیگر وقتی اینا در زندگی ما در قلب ما باشه، اینا یواش یواش این کینه و نفرت ها بزرگ میشن،
یواش یواش حس تنفر اونقدر زیاد میشه که میخوایم طرف رو بکشیم و حتی به قتل منجر بشه. مسیح میگوید باید قلبی که میخواهید خدا را با اون پرستش کنید خالی از هر نوع تخم گناه باشه. نه فقط عمل گناه محکومه، بلکه فکر گناه هم محکومه. بنابراین مسیح ما را دعوت به یک قدوسیت والا می کند. قانون کاملی می آورد که در هیچ مذهب دیگری در عالم این چنین برای ما تشریح نشده است. وقتی کلام خدا را می خوانیم، وقتی تعلیمات عیسی مسیح را می خوانیم، دوستان عزیز، میتونیم بریم با دیگر مذاهب دنیا مقایسه کنیم. ملاحظه میکنیم که هیچ تعلیمی کاملتر و بالاتر از آنچه که عیسی مسیح به ما عطا کرده است در دنیا وجود ندارد. شاید قبول نکنید، ولی دوستان این گوی و این میدان خودتون بیایید تحقیق کنید و آنچه که نیکوست بپذیرید. متاسفانه چون فرصت ما به پایان رسیده، بایستی در اینجا با شما خداحافظی کنم و با کمک خدا در برنامه فردا دنباله سخن خود را ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یار و یاورتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.